رهبری سفارت ما جناب سفیر صاحب و وجه خانی صاحب دیگر بزرگان درگیری از این موضوع شدن که شما را پیدا کنند. بالاخره که از دوستای از طریق دوستا خانه شما را دست شما را پیدا کردیم. یعنی تقریبا چند بجه است؟ 12 بجه شب است. بله. اونا گفتن که هر رقم که میشه باید شما را ببینیم. اگر 12 بجه شب هم میشه، 1 بجه شب هم میشه. از افغانستان هم هدایت جناب وزیر صاحب میخوام تقی وزیر صاحب خارجه هدایت از اونا هم بودن که ما هم اولاده شما هستیم. مادر شنبه انشالله سفارت بیه باز با دکتر اینا را چیز میکنیم، معرفی میکنیم، نیالی شنواییش هست و دیگر کدام مشکل باشه انشالله دیگر دوستا هم صدا میکنیم انشالله. این که خراب شده این مشکل نیست، انشالله جور میشه. خب خدا مهربان است، انشالله هرچی مشکلی که داریم انشالله حل میشه. از طرف جناب سفیر صاحب ما هم یک چند روپای نقدی آوردیم. یکی 1000 روپه دلار است. خوب این به خاطر تداویتان، به خاطر مشکلاتی که دارین بریتان مصرف کنید. روز شنبه باز بین سفارت دیگه مشکل مگه داشتین اونا انشالله حل میشن. درسته؟ خوب. دست شما در نکنه آقایون. بچه ما سالم، سو سالم، ایجاش نه پاش نه دیچی، ایجاش نشکسته. بچه ما سو سالم است. خیلی تشکر، خیلی ممنون از شما.